میگه نمیتونم پیشت باشم. من دلم میخواد اینجا این امنیتی ها اینجا هستن. فردا ببینم. میگه خدا میشد من چیزی ندارم جز اینکه نگاه دوست دارم. به من معنا دادی. من یه پسر دویی دارم اسمش حسنه، خیلی دوست داره. اسم خیاطیشو گذاشت داریوش. اصلا تمام زندگیش داریوش. پارسال اومدیم گلدن پالاس تا صبح موندیم اگه یادت باشه. ما 7 نفر بودیم، مایکل هم بود، اومده پارسین همه بودیم تا صبح موندیم. 9 صبح ما 10 لیتر داشتیم رفتیم. نه گفت کمرش درد میکنه، پلاتینش تکون خورده. گفتم اشکال نداره بیدارش نکن، بذارش اینو خواهش دارم یه چیزی به من یادگاری بده. پیرن تو بده. چی بده؟ پیرن تو بده داریوش. اینو بگی اوی منه. اوی منه. غلام جان باید کم کم بریم چون تو شکوفایی تاریخ منی. زنده باشه انشالله. تو رسول رستاری.